که برای ما ارسال می‌کنید مکان دقیق و تاریخ ضبط گزارش شماست. شهروند خبرنگار بعدی ما نه تنها نکات لازم برای گرفتن گزارش رو رعایت کرده، بلکه با نوآوری و ابتکار یک گزارش ویژه در حد توانشون برای ما فرستادن که نیازی به توضیح نداره. بریم به منطقه دروازه دولت در تهران. با سلام خدمت هموطنان عزیز، خبری را که ملاحظه می‌فرمایید در تاریخ 12 اسفند سال 1392 از شبکه تهران پخش شده. امروز مشکلات کسبه چهارراه دروازه دولت پشت یک پل عابر پیاده پنهان شده و مغازه‌ای که تا دیروز رونقی داشته امروز در طرح ناتمام عمرانی از کسب و کار افتادند. سال 88 شهرداری تهران اخطار دادند که این فروشگاه توی طرح واقع شده. و خبر بعدی متعلق به یک سال بعد، یعنی 28 اسفند سال 1393 می باشد. سالهاست که مغازه‌دارهای ضلع شمال غربی دروازه دولت به خاطر اینکه در طرح تعریض پیاده‌رو مترو مغازه‌هاشون تعطیل شده. قابل توجه شهرداری منطقه 6 تهران. امروز یک شنبه 18 مهر ماه سال 1395 ملاحظه بفرمایید هیچ اقدامی بعد از 8 سال از طرف شهرداری تهران جهت آبادانی ویرانه‌ای که خودشان به وجود آوردن انجام نپذیرفته. و اگر منصفانه قضاوت کنیم در طول تاریخ هیچ وقت چهارراه دروازه دولت به این ویرانی و کثیفی نبوده. در خبرها آمده که شهردار مونترال از آقای قالیباف تقدیر کردند. سوال اینه که آیا تقدیر ایشان بابت اینه که چهارراه دروازه دولت را به ویرانه تبدیل کردن و یا بابت فساد، بیقانونی و مردم آزاری که در شهرداری تهران به وجود آوردن و شاید هم به دلیل زیر پا گذاشتن قانون کشورمان و بی احترامی به قوه قضاییه بوده، یعنی استخدام اراذل و اوباش و غمکش‌ها در شهرداری تهران و حمله به هموطنان بی‌دفاعمان و شاید هم به خاطر هدایایی که از آقای قالیباف دریافت کردن. گزارشگر شبکه محبوب من و تو تهیه شده. گزارش‌های دیگری نیز از چهارراه دروازه دولت و بی‌کفایتی مسئولین شهرداری تهران در دست تهیه است که به زودی ارسال خواهد شد. گزارش کوتاهی داریم از روستای گیوکلی از توابع نهاوند و شهروندی که در مقابل